بازرگانان در مارکت میوه تازه از عدم حمایت دولت از محصولات زراعتی به ویژه سبزیجات و میوه‌های تازه سخت شکایت دارند. آنان میگویند که محصولات زراعتی گوناگونی از قبیل انگور، سیب، شفتالو، سبزیجات و غیره در کابل موجود است، اما به دلیل نبود بازار و امکانات حفاظتی بیشتر از یک روز قابل نگهداری نبوده و قیمت نازلی به فروش میرسند. سردخانه اگر ما داشته باشیم برق نداریم که تضمین برق سردخانه ما رو کی میکنه؟ هیچ گونه برق ما نداریم. درست است این تربوز ما میاریم، مثلا نمی تربوز باید پیمون نگاه کنیم ما. حالا میوه دیگه جایی که هست، کشورهای دیگه که هست، مثلا میوه ایران اینجا یا سردخانه داره 5 ماه 6 ماه 7 ماه نگهداری میشه. وقتی که به اینجا میرسه در کابل ما فکر میکنیم که امیال از باغ آورده. این بازرگانان میگویند که شهروالی کابل بیان که جایی را برای نگهداشت و فروش این محصولات مهیا کرده باشد، از هر سبد میوه‌ای که صادر و وارد می شود 3 افغانی دریافت می کند. یگان جایی که برادر مثالش به نام شهروالی یا در حساب 14,000 کرت میوه که ما در ترانزیت انبار میکنیم 3 افغانی از پیش ما میگیرن. مثالش 2,500 کرت در یک تیلر ما بار میکنیم 7,500 افغانی میگیرن. این مشکلات رو ما داریم. تاجران در مارکت میوه شهر کابل نبود سردخانه را یکی از چالش‌های مهم در نگهداری میوه تازه و سبزیجات دانسته و میگویند در صورت اختصاص زمینی برای نگهداشت این میوه توسط شهرداری خود آنان سردخانه‌ای را ایجاد خواهند کرد. تاجران ما هم حاضر هستند که اگر شهروالی کابل جای مناسبی را برای اینا بده خودشان از پول شخصی خود سردخانه را ایجاد کنند. منتها مشکل جای است. جایی که شهروالی بده تجارای ما حاضر هستند که سردخانه ها جور کنند از پول شخصی خود. این در حالی است که اکثر مردم افغانستان کشاورزان و پیشه آنان کاشت و برداشت انواع میوه ها، سبزیجات و حبوبات می باشد، اما به دلیل نبود امکانات لازم برای نگهداری و عرضه‌ای به موقع آنها در بازارها، اکثر این محصولات از بین رفته و یا هم به قیمت ناچیزی در بازارهای بیرون از کشور به فروش می رسد.